این اتاق خبر جهان است. با درود، من تد هستم از اخبار شبانگاهی BBC. جنگ در سوریه همچنان ادامه داره و موضوعی که بهش توجه نمیشه حیواناته. در همین رابطه گفتگوی تلفنی داریم با کتی وایت، کارشناس حقوق چهارپایان و خزندگان. کتی، سوال اول من اینه که چرا حقوق حیوانات در سوریه نادیده گرفته میشه؟ تد، میدونی که طرفای درگیر اصلا توجهی به حقوق حیوانات ندارن. مثلا آب باغ وحش القاصر قطع شده و کفتارای معصوم اصلا آبی برای بازی کردن ندارن. آب حوضچه کروکودیلا هم هر روز کمتر و کمتر میشه. ما اطلاعات دقیقی داریم که دولت سوریه هیچ توجهی به این مسئله نداره. خب طرف مقابل جنگ چطور؟ اونا هم به این مسئله توجهی دارن؟ ارتش آزاد با تخریب خونه ها برای موشه و سگای سوری سرپناه میسازه. همچنین ما انجمنی برای حمایت ویژه از کرکسای سوری تشکیل دادیم. کتی، سوال آخرم اینه، به نظر تو برنده نهایی جنگ کیه؟ برای انجمن ما برنده و بازنده جنگ مهم نیست. مهم اینه که کشوری آزاد با NGOهای فراوان حمایت از حقوق حیوانات تشکیل بشه تا برای همیشه شاهد رشد و ارتقای جایگاه حیوانات در جامعه باشیم. متشکرم. با اینکه این روزا سوریه محل نزاع دو ارتش موافق و مخالفه، ولی بعضی از مخالفین به خوبی تونستن خودشون رو نشون بدن. پاول و تصویربردارش اسکات این گزارش از شمال سوریه فرستادن. جنگ در سوریه به روزهای سخت خودش رسیده. روزهایی که سرنوشت این ملت رو دگرگون میکنن. دولت بشار اسد روز به روز فشارش رو بر مردم بیشتر و بیشتر میکنه. یکی از گروه‌هایی که مظلوم واقع شدن متخصصین قلبن. امروز پیش یکی از متخصصین اومدیم تا زوایای تازه‌ای از زندگیشو برامون تعریف کنه. ابو سقار که به تازگی یک عمل موفق قلب و پشت سر گذاشته، برامون از دشواری‌های کارش میگه. این کار سختی‌های خاص خودشو داره. من از اول نمیخواستم این کارو انجام بدم، ولی ما خانوادتاً این کاری دیگه هم بلدم. کجاشو دیدین؟ الان متخصصین جرئت نمیکنن توی محدوده ما کار کنن. همشون از ابو سقار میترسن. ازش درباره وسایلی که به لباسش آویزون کرده بود پرسیدیم. اینا وسایل کار منن. من همیشه باید حاضر و آماده باشم تا هیچ موردی از دست ندم. این وسیله ها از اجدادم به ارث رسیدن. وسایل دیگه هم داریم. کجاشو دیدین؟ این پدرم متخصص فک و صورت و اینم پدر بزرگم متخصص کلیه و روده بزرگ. دوتاشون تمیز و سریع کار میکردن. اونا الگو و افتخار خاندان ما هستن. خودتون تو چه زمینه‌ای تخصص دارید؟ احتمالاً تو کار معده و روده این؟ روده چیه آقا؟ واسه من کسر شنه. من تو کار قلبم. رفتی سر اصل مطلب. نظرت در مورد عمل اخیرت چیه؟ به نظرت موفق بوده یا نه؟ این چه سالیه؟ وقتی عمل ما از چند تا شبکه پخش کردن نشون میده نتیجه عالی بوده. اگه از ما حمایت بین‌المللی نکنن عملوی بیشتری انجام میدم. اون میگه؟ درخواستای ما روشنن. ما علاوه بر منطقه پرواز ممنوع به وسایل نوع جراحی و سلاح سنگین، گاز ساری و چند تا شیشه الکل برای نگهداری قلب نیاز داریم. تازه درخواستای دیگه هم داریم. کجاشو دیدین؟ جنگ با فشارهای روانی و شوک‌های روحیش انسانو وادار به کارهای وحشتناکی میکنه. اما آیا این همه ماجراست؟ آیا کسی که کل خانواده‌شو از دست داده حق نداره اعتراض کنه؟ آیا یه کار کوچیک مثل بیرون کشیدن قلبه یه سرباز باید این همه بزرگ به نظر بیاد؟ آیا با مشاهده یه رفتار بی اهمیت باید کمک‌های بین‌المللی رو قطع کنیم؟ اگه کمک‌ها رو قطع کنیم، تکلیف افراد بی‌پناهی مثل اون که خانواده‌شون رو از دست دادن چی میشه؟ پاول، شمال سوریه. و اما اینجا در استودیو BBC در خدمت پیتر رمزگشا هستیم تا تحلیل جامعی از اوضاع سوریه داشته باشیم. پیتر، اوضاع رو چطور میبینی؟ آگه نباید فشارها بر دولت بشار اسد بیشتر بشه؟ نه تو که میدونی من اصلا تحمل اینجور صحنه‌ها رو ندارم. همین که میبینم به یه فرد بیگناه برچسب تروریست بودن میزنن به هم میریزم. این جوون به دلیل مشکلات روحی و روانش دست به این کار زده و من اصلا اونو گناهکار نمیدونم. ابو سقار یه چی؟ یه تروریسته؟ نه. یه آدم خاره؟ نه، یه الگو برای ماست. ما باید ازش تجلیل کنیم. ما علاوه بر ادامه فشار بر دولت سوریه باید کمک‌های بشردوستانه و نظامیمون رو به دست مبارزین برسونیم. تد کمک به ابو سقار و همرزماش بهترین مصداق حمایت از حقوق حیوانات ببخشین حقوق بشره. ما باید هر چه زودتر با ایجاد منطقه پرواز ممنوع و ارسال سلاح‌های سنگین از این انسان‌های شریف حمایت کنیم. من قلبم از این همه بی‌عدالتی میگیره. چرا باید جای ظالم و مظلوم عوض بشه؟ چرا؟ از این که ما رو انتخاب کردین ممنون. تا بخش بعدی خبری از شما خداحافظی می‌کنم. پاشو بابا، تموم شد. چطور بود؟ خوب بود؟ حالا استخدامم میکنی؟
ببینیم چی میشه حالا. خواهش میکنم، من به این کار احتیاج دارم جد. خواهش بابا میکنم. ول کن حالا، عجب کنه ایه.